صوفی درونگراست و خیلی هم خوشحاله. صوفی تنها نیست. درونگراها همه جا هستن. رویکرد بدون جنجالشون به زندگی و نیازشون به تنهایی یک نقص نیست. یه استعداد و نعمت. ولی برای درونگراها همیشه راحت نیست که متوجه بشن چقدر فوق‌العاده هستن. آدم حس میکنه دنیا جاییه که به برونگراها جایزه میده. هرچی صدات بلندتر باشه فکر میکنن اعتماد به نفست بیشتره و خوشحالتری. دنیا جاییه که همه حرفی برای گفتن دارن و کسی نیست بشنوه. دنیای ادارات با فضای کار مشترک، مهمونی دادن برای کانکشن زدن و شخصیت‌های بزرگ. اونایی که محجوبن و تون صداشون پایینه، راحت حس میکنن تنهاشون گذاشتن و از جماعت عقب افتادن. صوفی بچه که بود تو پس زمینه تصویر گم میشد. خیلیا فکر میکردن حرفی برای گفتن نداره یا دیگران رو دوست نداره. ولی اینجوری نبود. مردم اغلب فکر میکنن درونگراها خجالتی هن یا ضد اجتماعی هن. ولی این برداشت اشتباهه. درونگراها ممکنه مثل همه از جوشیدن با آدما لذت ببرن. ولی برعکس برونگراها که از مهمونی و بودن در جمع انرژی میگیرن، درونگراها بعد از مدتی خسته میشن و باید در تنهایی باتری مغزشون رو شارژ کنن. یه تئوری علمی برای این وجود داره. دوتا از واسطه‌های شیمیایی مهم مغز انسان، دوپامین و استیل کلین هستن. دوپامین موقع ریسک کردن یا مواجهه با چیزها و آدمهای جدید یه حس خوب انرژی و هیجان مثبت در برونگراها ایجاد میکنه. ولی درونگراها به دوپامین حساس‌ترن و تحریک دوپامین خیلی زود از سطح خوشایند براشون بالاتر میره. به همین خاطر درونگراها با آزاد شدن استیل کلین و یک انرژی آهسته و پیوسته حس بهتری پیدا میکنن و این با تمرکز، کتاب خوندن یا فعالیت ذهنی دست میده. در این حالت درونگراها احساس آرامش، هوشیاری کامل و رضایت میکنن. ولی این شاید برای برونگراهای افراطی خیلی معنادار نباشه. البته که همه چیز یه طیفه. ممکنه شما کمی به این سو یا اون سو تمایل داشته باشید یا کمی از هر دو، یعنی میانگرا یا امبیورت باشید. حالا صوفی خودشو بهتر درک میکنه و قدردان چیزیه که هست. صوفی به جای اینکه فضای خالی مکالمات رو با تعارف و بحث‌های جزئی پر کنه، گوش میده. دوستان کمی داره ولی ارتباطاتش عمیقه. صوفی از وقت گذروندن تو تنهایی لذت میبره. اینطوری آشوب و شلوغی روزانه بالاخره فرو میشینه. صوفی میتونه بازنگری کنه و به صدای افکارش گوش بده و نهایتاً با خودش دوباره ارتباط برقرار کنه. تازه بعد از اینه که صوفی آماده است تا دوباره با دنیا بجوشه و وارد تبادل بشه. صوفی استراتژی‌هایی یاد گرفته که در این دنیای شلوغ رفاه ذهنی داشته باشه. مثلا با موسیقی یک حباب آرامش درست میکنه یا موقع نهار از اداره فرار میکنه به یک کنج خلوت. صوفی هم درخشش و زیبایی در هم و بر هم دنیا رو تحسین میکنه، ولی در مکانهای خلوت و خالیه که واقعا احساس تعلق و آرامش داره. اگه جامعه بیشتر به درونگرایی ارزش میذاشت، میتونست تفاوت اساسی در آینده جمعی بشر ایجاد کنه. خصلت‌های یگانه درونگرایان حقیقتاً یک قدرت عمیق درونیه و اونجور که مهاتما گاندی گفت، میشه به آرامی ارکان خلقت رو به لرزه درآورد.